the fuck. خب تبریک میگم، قراره این اپیزود جهنم باشه. صبر کنید من یه چیز گرم بخورم چون حس میکنم دارم سرما میخورم. بهتر شد. اوف. خیلی خب این قسمت قرار بودش که what the fuck. وای توتم تکنو. خیلی باحاله. وای من اینو دوست دارم داشته باشم، خرجش نکنم. بچه الان تصمیم گرفتم خونه رو از دیپ سلیت بسازم و دیپ سلیت کجا پیدا میشه؟ توی کیف. میدونم الان شروع ویدیوه و قرار نبود به این زودیا برم توی کیف، ولی قول میدم سریع کارو در بیارم بدون اینکه اصلا بمیرم. خب فعلا اینا رو اینجا میذارم، بریم دنبال دیپ سلیت. اوه کسی نیست. بله بریم کیف. بچه‌ها اهمیت ندید به این چیزا، عادت کنید. من که هیچ وقت نتونستم عادت کنم، ولی شما عادت کنید. اوکی بذارید یکم بریم جلو. حس میکنم این بده، حس میکنم حمله میشه بهم. عیب نداره بذار فقط بکنیم. به همین راحتی اینقدر جمع کردیم پشمام. شیت. خیلی خوب این یعنی برگرد، این یعنی برگرد و ریسک نکن. ببینید خوب جمع شد. 2 تا دایمند هم گرفتم ولی من بازم میخوام. What the fuck. Come on. پاور ویروته. نه من نمیمیرم. وای نه تو یکی نه هر کی جز تو یکی. آره برگردیم. پسش بر نمیاییم. کافیه فعلا، همینقدر کافیه. باز نیاز داشتیم برمیگردم. بریم بالا و حس میکنم این تعداد فعلا برای خونمون خوبه. بچه ببین چطور دارم نفس میکشم. نگاه نفسم از زیر ماسکم داره میاد بیرون. بچه نظرتون چیه اون درخت هم استفاده کنیم؟ اوه چری. بذار سپلینگشو با خودم ببرم. یه چند تا دیگه بزنم. اوکی فکر کنم کافی باشه. همین تعداد کافیه. بیاید برگردیم خونه. اوه فاک نه نه فاک نه. هیچی خونه آدم نمیشه.
چه تو واقعیت چه تو بازی. واه همینو میزنم. بچه ها ببینید چقدر خوشگلن. بچه ها اوه what the fuck. نه نه تو 2 قسمت نبودی کجا بود؟ چرا اینطوری شدی؟ تو که آدم خوبی بودی. مادر پی وی پی. نه 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 باشه گوه خوردم. ولی جدی هیچی چوب اسپیروس نمیشه، هیچی. 1 2 3 4 5 6 7 نایس. چرا که نه. داره قشنگ میشه. واه نایس. با اینکه یه مستطیل شد بیشتر، ولی بعدم بهش ریزه کاری اضافه میکنیم و سقفش هم میپوشونم. سقفشو از چری استفاده میکنم. Oh shit. تو رو خدا تو یکی نه. 2 تا شدن. وای زدم تو کون بوزه. آخه تیرم بهش نمیخوره. من اینو چیکار کنم؟ وای خیلی وحشتناکه. او رفت. خود هنوز نرفته. بچه ها ببینید چقدر وحشتناک. بچه ها نگاه کنید. جای من اینجاست. نگاه اگه برم جای من اینجاست. نگاه تو اینم قشنگ. وای و فکر کنید الان یه لحظه دستمو از شیفت بردارم و بیفتم. وای عمرن به من رفت. برو دیگه. ساعت چند شبه؟ وای هنوز مونده صبح بشه. یعنی من کل شب و قراره اینجا رفتش. آخیش رفتش دیگه. آره دارم میام پایین.
کام آن دست از سرم و نزدیک بود بیفتم. مردی بیا جلو. اوه نه آقای شیطان. یکم اذیت تکون نخور دیگه آقا، من دارم تو رو میبینم. what the fuck. نه آقا اینم از هر این آشغالم سوراخ ببینه مستقیم حمله میکنه بهم. قدرت کمان منو بچش. بچه اگه برم پایین باش پی وی پی کنم چی بهم میدید؟ خدایی اگه برم پایین بزنم بکشمش چی بهم میدید؟ فقط واسه ببینم این یارو آشغال هنوز این پایینه. صدای میاد اما فکر نکنم اون آشغال باشه. خیلی خب بچه یه ثانیه محکم کاری کنم. خیلی خب آماده اید؟ میرم پی وی پی. 3 2 1 Come here motherfucker. آره فرار کن نرو تو خونم. What the fuck is this? What the fuck. برو کنار. آره بهتره فرار کنی. حالا الان دیگه وسط روزه میگیرم پارت میکنم. بچه خوشگل. برو. چرا تموم نمیشه؟ به تو هم میرسم وایسا. کجا رفت؟ بچه بعد از کلی پارگی بالاخره ساختمش. بالاخره خونه رو ساختم و اینم ویوش از بیرونه. حالا صبر کنین از این برم نشونتون بدم. اینم ویوش از این بره. خیلی خوب بیایید نشونتون بدم چی درست کردم. یه باغچه کوچولو اینجا درست کردم که حالا توش غذای نامونو میکاریم، چون همینطور که میبینید هیچ غذایی نداریم. بعد ورودیش 2 تا دره که میاد. تختمو فعلا اینجا گذاشتم. میری جلوتر یه اتاق کوچیک اینجا داریم که اینجا میشه چست روممون و یه پنجره خوشگل داریم میتونیم بیرون رو ازش ببینیم. خیلی خوشگله. اینجا ویستونمون رو داریم که میتونیم تلپورت کنیم این ور اون ور. معدنمون اونجا میشه میبینید اینجا. بعدش طبقه بالا داره پله میخوره میره طبقه دوم همچین حالتیه. واه شمشیر رو نگاه دستش نگاه کنید همچین حالتیه و تقریبا به هر 4 طرف ویو داره. فعلا تصمیم نگرفتم شاید اینجا این چند روممون بشه، شاید خیلی چیزای خفن‌تری میتونیم بیاریم در آینده که بریم سفر. بعد میایم بیرون اینجا یه بالکنه که سربازه میتونی ازش حالا فرار کنی اگه مادو چیزی اومد. بعد اینجا رو ببینید. بذار برم بالا. میخوام مکان مورد علاقه نشونتون بدم. ما اینجا میایم، خب اینجا میایم و میشینیم دور هم حرف میزنیم. در آینده هر بیلدی زدیم میتونیم از اینجا ببینیمش. نگاه کن چقدر اینجا نازه. خیلی خوشگله. باور کنید در ساختنش من میلیون‌ها بار مردم. احتمالاً الان که دیگه خونه داریم از هیچی نمیترسیم. فکر نکنم دیگه بمیریم مگه اینکه در سفری چیزی باشیم. بذارید بهتون بگم یه چیز دیگه، من اینجا رو احتمالاً انباری بکنم یا یه جای مخفی. خب از اینجا بریم پایین نمیدونم پتانسیل زیادی داره. مثلا اینجا پیستون میذارم، من پیستونش هم دارم. بعد نمیدونم حالت دکمه میزنم اینجا، مثلا دکمه میذارم میرم تو. خیلی جای خفنیه. تا حالا این کارا رو نکردم، مثلا ردستونی اینا در ردستونی بزنم، ولی چیز خفنی میشه. بیایید راجع به این چند روزمون صحبت کنیم. بذارید نشونتون بدم قشنگ
خونه رو چطور درست کردم. ببین با عشق درست کردم خونه رو. واقعا سخت بود، واقعا برام سخت بود درست کردنش و انقدر سرش چند بار کیل فارم شدم خواستم ولش کنم، دراپش کنم. بعد بیایید بهتون بگم، بیایید یکم دور هم بشینیم و حرف بزنیم. میخوام راجع به این پلن چند روزم بهتون بگم. حقیقتش احتمالا دیگه ویدیوی فرام د فاگ نذارم، در عوض جاش ویدیوی هاردکور بذارم. یه سری هاردکور شروع کردم و میخوام صدم رو توش بذارم. میخوام بهترین بیلدایی که تو عمرتون دیدین رو درست کنم، چون حقیقتش من واقعا پتانسیل خیلی خوبی توی بیلد دارم. در آینده میبینید ویدیوهایی که میخوام بسازمشون واقعا چیزای خفنی میشه. اسپویلتون نمی کنم چی کار میخوام بکنم، ولی بدونید که یه مپ هاردکور خفن ساختم که احتمالا چند روز دیگه ویدیوش دستتون میرسه. خب الان با خودتون میگید اسی پس مپ فرام د فاگ چی میشه؟ ماجراجویامون چی میشن؟ کی بریم دنبال هیروبراین؟ احتمالا باید بریم نجاتش بدیم یا یه جایی گیر کرده. راستشو بگم مپ رو سیو میکنم. خب مپ رو سیو میکنم و الان چنلمون واقعا هم ویواش کمه، هم کلا مخاطب نداره سری فرام د فاگ. به خاطر همین من تصمیم گرفتم یه مپ هاردکور بزنم، یکم بیننده هامون بیشتر بشه، یکم کانال بره بالاتر. میدونید چی میگم؟ بعدش بشینیم درست و حسابی فرام د فاگ بازی کنیم، برگردیم و بریم سراغ هیروبراین رو نجات بدیم. در واقع حقیقتش اسپویل شدید. میخواستم اینو توی داستان بهتون بگم، ولی هیروبراین یه جایی توی این دنیای بیرون یه جایی اسیره و حقیقتش توی این سیزن ما باید میرفتیم نجاتش میدادیم، اما متاسفانه وقت نکردیم یا اصلا نرسید ویدیو به نجات هیروبراین. پس متاسفم. میمونه بعد از احتمالاً بین هاردکور اگه بخوام مثلا وقفه ایجاد کنم اینا، بیام فرام د فاگ ویدیو فرام د فاگ براتون بگیرم و احتمالاً اون موقع بریم دنبال هیروبراین. ولی قبلش حالا آرمور اینامونم اینچنت میکنیم که راحت تر به پیلیجر بکشمش بعد آمن بگیرم، چون توتمم میگیریم. اینجا بچه خوشگل کجا رفت؟ او نه آشغالا. زهر مار خیلی خوشگله. ببینید واقعا خونه قشنگه، مخصوصا استوریج رومش رو نگاه کنید چقدر قشنگ و با کلاس چیده شده. و قصار ویدیو رو همینجا تموم میکنم. غذامون هم تموم شد. ویدیو رو من همینجا تموم میکنم. ببینم چی دارم برای کاشتن. سیب زمینی دارم، سیب زمینی میکاریم. بریم باغچه لحظه من سیب زمینی بکارم. خیلی خب اینم از این. سیب زمینی ها رو کاشتم، فقط مونده در بیان. تا اون موقع از گشنگی من جون دادم. ولی اینم از این. خونه خوشگلمون. فقط حیف شد دیگه. اگه حمایت ها خوب باشه بین سری هاردکورم براتون فرام د فاگ هم میذارم اگه دوست داشتید، یا حالا دیدم کامنت ها زیاد شد. فعلا قراره بریم تمرکزمون رو بذاریم روی هاردکور و واقعا چیزای خفنی بسازیم. پس میبینمتون.